آسمان دهه سبزار را ابرهای سربانی تیره فرا گرفته بودند. گویا طبیعت هم می‌دانست که امروز در این حولی قلب از هم جدا می شود. نمی هوا و بوی خاک تر که با بوی دود هیزم تر آمیخته شده بود، فضا را باز هم وزنین‌تر می‌کرد. سفر در نزدیک دروازه آهنی کهنه که با هر وزش باد سرد جیچیر جیچیر صدا می‌داد ایستاده بود. دو جامدان کلان وزنین در نزدش می‌خوابیدند. ملکه با چشمان پرآب و دستان لرزان کودک 8 ماهه‌شان امید جان را به بغل گرفته به شوهرش می‌نگریست. لب‌هایش می‌لرزیدند ولی نمی‌خواست در این لحظه آخرین گریه کند تا راه شوهرش را وزنین نسازد. سفر جان، خودتان را احتیاط کنید. پیچی را زد ملکه. در آن جایهای دور، در آن خنوکی‌ها خوراک گرم خورید. لباس غفص پوشید. ما شما را انتظار می‌شویم. سفر نزدیک آمده دستان خنوک ملکه را در میان کفهای گرم و پرآجنگش گرفت. او مردی زحمتکش بود. دستانش از کار صحرا شخ شده بودند ولی دلش مثل کودک نرم بود. ملکه، زیق نشو، گفت سفر با آواز هراسی. من فقط برای شما می روم. این دفعه پول خوب کار کردم می آیم. خانه را تعمیر می کنیم. به تو تلاواری می خرم. مادرم را احتیاط کن. او پیر شده است. شاید بعضن گپ‌های سخت گوید ولی تو طاقت کن. خوب؟ در این لحظه از درون خانه آوازی بلند و آمیرانه بیبی شریف شنیده شد. وی با یک غروری خاص که گویا تمام دنیا از آن اوست بر روی حولی برآمد. دوکه سفیدش را زیر منه سخت بسته بود و چشمان تیز او مثل دو لخچه آتش می‌درخشیدند. ها شد، بس کنید این لبلنجاده را، گفت بیبی شریف با کنایه. پسرم به جنگ نمی رود، به روسیه برای پولیاری می رود. نترس کلین، سفر من تو را گم نمی کند. دفع شوید که از طیاره دیر می مانید. سفر به نزدیک مادرش رفته، دستان او را بوسید و دعا گرفت. بیبی شریف با نگاهی پیروزانه به ملکه نگریست، گویا می‌خواست نشان دهد که صاحب اساسی این مرد هنوز هم اوست. ماشین کهنه ژیگولی که در بیرون منتظر بود 3 بار سیگنال داد. سفر بار آخر به چهره محزون زنش نگریست و سوار شد. چنگ و غبار کوچه و بوی بنزین سوخته در هوا مدت باقی ماند و ملکه تا آن دمی که ماشین از نظر غایب شد در زیر باران ریزه ایستاده به دوری‌ها نگریست. پس از رفتن سفر در حولی خاموشی عجیبی حکم فرما شد. ولی این خاموشی پیش از طوفان بود. هنوز 1 هفته نگذشته بود که رفتار بیبی شریف به کلی تغییر یافت. دیگر آن کلنجانهای ساخته و معامله نرم جای خود را به فرمانهای خشک و نگاههای سرد دادند. صبح بر وقتی که ستاره ها هنوز در آسمان می درخشیدند و سرده سحری به استخوان می زد، بیبی شریف با لگد در خانه ملکه را کوفت. خیز، خوابی گران تا کی؟ فریاد زد او. پسر من در روسیه در خنوکی ها جان کاهانده استاده است. تو باشد در کورپه گرم غلیده. خیز، گاوها را جوش، حولی را روب، نان بند. ملکه با شتاب خسته کودک گریانش را آرام کردنی شد. امید جان از آواز بلند بیبیش ترسیده با تمام آواز گریه می کرد. اوچا جان، حاضر، فقط امید جان شیر دهم، گفت ملکه با آوازی گرفته. کودکت را مان، گفت بیبی شریف و لبهایش را اینچ کرد. گوش کن ملکه، از امروز سر کرده این خانه ترتیب خود را دارد. سفر به من زنگ زد، گفت که تمامی پولها را به کارت من میفرستد. تو زن هستی، عقلت به پولداری نمی رسد. همه کارهای خانه در گردن تو. خواهران سفر زیبا و گلسرا می آیند. آنها مهمانند. تو باید خدمت آنها را کنی. آن روز ملکه تا نصف شب کار کرد. دستانش از آب خنک شخ شده کفیده بودند. بوی سروت گاو و لای حولی به لباسهایش نشسته بود. وقتی که شب به خانه‌اش درآمد، دید که بیبی شریف تمامی رخت خواب نوی آنها را که سفر پیش از رفتن خریده بود به خانه دخترانش برده است. اوچا جان، چرا کورپه های ما را گرفتید؟ پرسید ملکه با تعجب. دختران من نازکند، با آنها راحت لازم. تو جوانی در بالای یک کورپچه کهنه هم خوابت میبرد. جواب داد خوشتامن با بی‌پروایی و در خانه‌اش را از درون بست. پس از 20 روز سفر اولین معاشش را فرستاد.
40,000 روبل روسی. این برای یک عائله دهاتی مبلغی کلان بود. ملیکه خرسند شد. فکر کرد که اکنون خوشدامنش اقلاً برای کودک شیری خشک و پامپرس می‌خرد. ولی واقعیت دیگر بود. خوشدامن برابری گرفتن پول دخترانش زیبا و گلسرا را با کودکانشان به خانه دعوت کرد. حولی از آواز بلند و هنده‌های بیجای آنها پر شد. ملیکه را مثل یک کنیزک به آشخانه فرستادند. ملیکه، تستر ششلیک را آماده کن، گوشتی لحم را ریزه کن، پیازش را بسیار کن. فرمان میداد زیبا که در بالای تخت ملایم تکیه زده ناخنهایش را رنگ میکرد. وی آرد را هم مهکن، مادرم گفتند که برای ما پیراژنی میپزی. ملیکه در نزد دیگی پدود ایستاده، عرقی رویش را با آستین کهنه‌اش پاک میکرد. بای گوشتی بیریان شده به دماغش میزد، ولی میدانست که به او و کودکش تنها باقی مانده خوراک نصیب می شود. آچه جان! شنید ملیکه آواز گلسرا را از نزد تیرزه. سفر باز کی پول می فرستد؟ من یک کورته نو دیدم در بازار، 25,000 افغانی می گویند. بخشش 2,500 سامانی. باید حتما گیرم. می فرستد دخترم، می فرستد، می گفت بیبی شریف با مهربانی که هیچگاه به ملیکه نشان نداده بود. سفری من برای شما کار میکند. این کلینی بیهنر فقط میخورد و میخوابد. حیف پولهای پیسرم که صرف این شود. ملیکه در آشخانه ایستاده اشکهایش را که به درون خمیر نان میریختند بازداشته نمیتوانست. او میخواست به سفر زنگ زند، ولی بیبی شریف تلفنی او را برای ویران نکردن فکر سفر در مسافرت گرفته بود. ملیکه در این خانه کلان تنها و بیکس مانده بود. تنها صدای جیچیری کفلیزی آهنین در دیگ همراز او بود. زمستان زودتر از آنه که انتظار می رفت آمد. برف اول زمین را سفید کرد، ولی دل بیبی شریف باز هم سیاه‌تر شد. یک شب سرد وقتی که حرارت هوا به 10 درجه زیر صفر فرآمده بود، بیبی شریف به خانه ملیکه درآمد. خیز، کوچ و بندت را جمع کن، گفت او با آهنگ قطعی. به کجا آچه جان؟ در این نصف شب؟ با ترس و هراس پرسید ملیکه. دخترم زیبا با شوهرش جنگ کرده آمده است. او باید در این خانه گرم خواب کند. تو باشد در اون طرف حولی تخخانه هست کو. همانجا را تازه کردم. یک پیچکه میده دارد، برای تو کودکت کفایه است. ملیکه باور نمیکرد. آن تخخانه جایی بود که در تابستان برای نگاه داشتن کارتوشکه و پیاز استفاده میشد. دیوارهایش نمناک، بوی پوسیده و تاریک. آچه جان، آخر امید جان خورد است، آنجا بیمار می شود. التماس رحم کنید. ملیکه به پایهای خوشدامنش افتاد. بسیار گپ نزن، یا به تخخانه می روی یا همین حاضر از در حولی بیرونت می کنم. داد زد بیبی شریف و کودک را از گهواره تکان داده بیدار کرد. ملیکه با گریه و ناله یک جامادان کهنه و چند کورپه باریک را گرفته به سوی تخخانه رفت. صدای قدمهای او در برف یخبسته مثل شکستن شیشه صدا میداد. تخخانه سرد و کمشنود بود. تنها یک لمپه خیره در شفت می درخشید و باد سرد از سوراخی‌های دیوار به درون می درآمد. آن شب ملیکه کودکش را به بغل پخش کرده با نفس خود او را گرم می کرد. او به سفر فکر می کرد. آیا سفر می داند که زن و فرزندش در چی حالند؟ سفر در آنجا در بین بتانهای سرد مسکو فکر می کند که آیلش در کنار مادرش در امان است. ملیکه خواست گریه کند، ولی اشکهایش گویا از خنکی یخ بسته بودند. روزی دیگر سفر از روسیه زنگ زد. بیبی شریف با شتاب تلفن را گرفت و به بیرون به جای آفتاب رویه برآمد تا آوازش خوشبختانه برآید. سلام پسر عزیزم، سلامتیت چی خیل؟ گفت بیبی شریف با آواز شیرین. ها، پولها را گرفتم، رحمت. برای ملیکه و کودک گوشت و روغن و لباسهای قیمت بها خریدم. حاضر آنها در خانه گرم خواب هستند. ملیکه نمیخواهد بیدار شود. میدانی کو وی کمی تنبل شده است. ملیکه که در دست سطلی پر از پرتاو داشت و از نزدش میگذشت، این گپها را شنید. او ایستاد و به چشمان خوشدامنش نگریست.
بیبی شریف با اشاره دست به او تهدید کرد که خاموش باشد. او چه؟ ملکه را دید. یک دهان گپ زنم. شنیده شد آوازی خسته سفر از بلنگویک. پیسرم، وای حاضر در حمام است. خود را آرایش داده ایستاده است. میگوید که بعدتر خودش زنگ میزند. تو زیق نشو، کارت را کن. پول بیشتر فریست که برای خانه سنگ و سمنت لازم. دروغ گفت بیبی شریف و تلفن را خاموش کرد. وی به سوی ملکه گشت و با غضب گفت: اگر یگان بار کوشش کنی که به سفر شکایت کنی، من به او میگویم که تو در اینجا با مردهای بیگانه میگردی. او به گپ من باور میکند، نه به تو. فهمیدی؟ اکنون رو، لط را گیر و تمام تیریزه های خانه زیبا را پاک کن که امروز مهمان می آید. ملکه چیزی نگفت. او فقط به آسمان نگریست. در دلش آتش فروزان بود که آهسته آهسته به نفرت تبدیل می یافت. ولی او هنوز هم امید داشت که روزی سفر می آید و این کابوس تمام می شود. او نمی دانست که این تنها آغاز عذابهای اوست و روزهای سخت‌تر در پیشند. خانه بیبی شریف نه تنها یک جای نگاهداری سبزوات، بلکه گویا قبری بود برای زنده ها. بوی تندی کارتوشکای پوسیده و زمینی تر در هوا معلق بود. ملکه در کنج این تاریکی نشسته، کودکش را در بغلش سخت‌تر فشرد. امید جان با صدای پست هنگیر می کرد. زیرا بینی خردککش از خنوکی سرخ شده، نفس کشیدنش دشوار گشته بود. توقت کن جانی مادر، توقت کن. پیچی راست میزد ملکه وقتی که نفس خودش در هوای سرد مثل دودی سفید نمایان میشد. ددت می آید. ددت ما را از اینجا می برد. وی به پیچکه خردی آهنی که در میان تخانه ایستاده بود نگریست. در درون آن تنها چند پاره هیزومی تر دود می کرد ولی گرمی نمی داد. بیبی شریف هیزومهای خشک را برای خانه اساسی و برای حمام دخترانش ذخیره کرده بود. ناگهان دری تخانه با صدای بلندی جیچی راست باز شد. نور خیره چراغک دستی بر روی ملکه افتاد. این زیبا بود، خواهری سفر که با جامعه گرمی مخملی و رویمال قیمتبها به پایان فرا آمد. ها، کنیزکی بیچاره، حالت چه خیل؟ با زهرخنده پرسید زیبا. در اینجا نفسم گرفت. چه خیل طاقت میکنی؟ زیبا خان، التماس به مادرت بگوید. با التجا گفت ملکه و از جایش نیمخیز شد. امید جان سلفه دارد. نفسش میگیرد. اقلن یک کرپه دیگر دهید یا اجازه دهید که امشب در دهلیز خانه خواب کنیم. در اینجا دیوارها نم هستند. آب از شیفت میچکد. زیبا به اطراف نگاه کرد و لبهایش را اینجیک کرد. ملکه، تو همیشه نالیش میکنی. مادرم میگویند که آدم در سختی آب و تاب مییابد. برادری من در روسیه در وگانکه ها خواب است. تو باشد در اینجا قصر میخواهی. و باز مادرم گفتند که امشب برایت خوراک نیست. چرا؟ پرسید ملکه با صدای لرزان. من تمام روز حولی را روفتم. لباسهای شما را در آب خنک شستم. دستانم را ببینید، از خنکی کفیده‌اند. چون که تو یک کاسه چینی مادرم را شکستی. داد زد زیبا. مادرم گفتند که این جزای توست. گوش کن ملکه، تو در این خانه هیچ کس نیستی. تو فقط یک ماشین کاری هستی. و اگر باز هم شکایت کنی، این لمپه را هم از اینجا میبرم و در تاریکی مطلق میمانی. زیبا با کبر برگشت رفت و دری وزنی را از بالا بست. ملکه در تاریکی ماند. تنها صدای چکیدن آب از شیفت که گویا ثانیه شمار عذابهای او بود به گوش می رسید. روزی دیگر بیبی شریف در روی تخت گرم نشسته چای کبود می نوشید. سفر زنگ زد. این دفعه آوازی سفر خیلی خسته و نگران می نمود. سلام آچا جان، سلامتی شما چه خیل؟ ملکه چه خیل؟ چرا هر دفعه زنگ می زنم او یا در حمام است یا در بازار یا خواب؟ آچا، 6 ماه شد که آوازش را نشنیدم. دلپور نیستم. بیبی شریف پیاله را به نعلی گذاشت و آهی کشید که گویا از دست کلینش به داد آمده باشد. بچه ساده من. نمیخواستم خاطرت را پریشان کنم، ولی این ملکه تو خیلی تغییر یافته است. همین که تو پول میفرستی، وی با دوگانه هایش به شهر می رود. لباس های نو می خواهد.
به گپ من گوش نمی‌دهد. حاضر هم با قهر به خانه مادرش رفته است. به خانه مادرش؟ به اجازت من؟ صدای سفر بلند شد. ها بچه جان، من به وی گفتم که کلین جان، پسرم در روسیه عرق جبین می‌ریزد. این پولها را احتیاط کن. وی باشد بروی من داد زد و رفت. تو خواطر نشو، من همه اش را خودم حل میکنم. تو فقط پول فرست که برای ختنسوری امید جان آمادگی بینیم. در همین حال ملیکه در پشت در خانه ایستاده این گپ ها را میشنید. وی میخواست در آماده تلفن را بگیرد و فریاد زند. سفر جان، باور نکنید، من در تخانه‌ام. کودکتون گرسنه است. ولی بی شریف نگاهی وحشتناکی به او انداخت و کاردی را که در دست داشت نشان داد. این اشاره خاموشانه معنای آن را داشت که اگر صدا برآرد عاقبتش بد می شود. وقتی که سفر تلفن را خاموش کرد، بی شریف به سوی ملیکه آمد. شنیدی؟ پیچی راز زد او به گوش ملیکه. وی به من باور می کند. تو برای او یک زنی ناشکر هستی. حالا باشد رو و برای مهمانهایی که بیگاه می آیند 18 تا نان گرم بپز. و اگر یک تا اش سوزد، شب را در بیرون در بالای برف روز می کنی. شب فرا رسید. سرمای کوهستان از شکافهای دیوار تخانه مثل نشتر به بدن انسان می خلید. امید جان سخت سلفیدن گرفت. هر یک سلفای او گویا قفس سینه خردککش را می شکست. ملیکه از ترس می لرزید. او می دانست که اگر کودک را به بیمارخانه نبرد، واقعی بدی روی می دهد. وی با جرأت از تخانه برآمد و به سوی خانه اساسی رفت. در آنجا گلسلا، خواهر خردی سفر، با تلفن مشغول صحبت بود و خنده‌های بلند او در حوله صدا می‌دادند. گلسره خان، التماس، گفت ملیکه و به زانو افتاد. امید جان حالش بسیار بد است. نفسش گشته ایستاده است. یک سامانی پول ندارم که دارو خرم. از آن پولهایی که سفر فرستاده بود، اقلاً 20 سامانی دهید تو به دکتر برم. گلسرا تلفن را از گوشش دور کرد و با نفرت به ملیکه نگاریست. تو باز آمدی؟ مادرم گفتند که به تو پول ندهیم. تو پولها را برای خود صرف میکنی. و این کودکی تو همیشه گریه میکند، حلال میرساند. اگر بیمار باشد همون پیشکر را زیادتر درگیران. پول نیست. من باید برای خودم گوشواره خرم. سفر برای من فرستاده است، نه برای داروهای تو. ولی این جیان شماست، خونی سفر است، فریاد زد ملیکه. بس کن، از درون آوازی بی شریف برآمد. اگر باز یک بار از آن تخانه برایی، کودکت را میگیرم و خودت را از دروازه بیرون میکنم. رو گم شو. ملیکه با ناامیدی به تخانه برگشت. وی تنها یک راه داشت. رویمال تویانه اش را که یگانه یادگاری مادرش بود پنهانی برده فروشد. او تمام شب گریسته خدا را زاره می کرد که کودکش تا صبح زنده ماند. صدای باد در بیرون مثل گریه زنی بیکس بود و ملیکه حس می کرد که این خانه آهسته آهسته جان او را می میرد. صبح روزی دیگر بی شریف نقشه آخرین خود را عملی کرد. وی می‌خواست از ملیکه کاملا خلاص شود تا تمامی پولهای سفر را به ممانعت صاحبی کند. و یک انگشترین طلایی خود را پنهان کرد و بعد شور و غوغا برداشت. آدمان خبردار شوید، دزد در خانه، فریاد میزد بی شریف که آوازش در تمام محله میپیچید. قشون دخترانش و چند همسایه به حوله آمدند. ملیکه حیران از تخانه برآمد. چی شد آچه جان؟ پرسید او با ترس. تو دزد، تو انگشترین مرا دزدیدی. بی شریف به نزد ملیکه آمده جامدان کهنه او را از تخانه بیرون آورد و در روی حوله چپه کرد. بینید همسایه ها، در بین لطه های این کلین چی است؟ و البته در میان لباس های کهنه کودک انگشترین طلایی نمایان شد که خود بی شریف آن را شب پنهان کرده بود. من نگرفتم، قسم میخورم، من نگرفتم، گریه میکرد ملیکه. خاموش شو بی حیا. زیبا بر روی ملیکه شپاتی زد. ما را نان دادیم، جای دادیم، تو باشه مال ما را میدزدی. همین حاضر کودکت را گیر و از این خانه گم شو. ما به سفر میگوییم که تو با چیز و چاره دزدیده برآمده رفتی. بی شریف ملیکه را از موهایش گرفته به سوی دروازه کشید.
امید جان که در بغل ملیکه بود از ترس و از خونکی تنها صدای پستی خراسی می برآورد. رو دیگر قدمت را در این حولی نمان. بیبی شریف ملیکه را به کوچه پر از برف و لای تیله داد و دروازه آهنین را با صدای وحشتناکی تقاص بست. ملیکه در مبان کوچه در زیر برفی ریزه با یک جامدان دریده و کودکی بیمار تنها ماند. نه پول داشت نه جایی رفتن. شهر بیرحم و بیگانه بود. ملیکه با دشواری خود را به مرکزی ناحیه رساند. گرسنگی و خنکی او را از پا می‌افتاندند. وی به بازار کلان آمد، جایی که آدمان در تلاش زندگی بودند. بوی نان گرم تنوری که از نان وی خانه بازار می برآمد، ملیکه را مجبور کرد که در نزد آن ایستد. اپا جان، گفت او به یک زنی نانوای، من کار می جویم، هر کاری باشد. تنها برای کودکم یک کاسه شیر و جای خواب لازم. زن به چهره پریده و چشمان پر علم ملیکه نگریست. دخترم، در اینجا کار برای زنها کم است. تنها اگر بار کشانی، عرابه کشها در اینجا پول میابند. ولی تو زن نازک هستی، چه خیل عرابه میکشی؟ ملیکه با امید جان که از گرسنگی بیحال شده بود نگریست و دندانهایش را به هم فشرد. میکشم، اگر لازم شود کوه را میکنم تا کودکم نمیرد. وی رویمال خود را سخت‌تر بست. در این لحظه ملیکه حلیم و ترسانچک مرد و یک زن مبارز تولد شد. او به سوی عرابه های چوبینی کلان که در کنج بازار ایستاده بودند روان شد. دستانش می لرزیدند ولی در دلش یک قسم داشت او زنده می ماند و روز حقیقت را به سفر اثبات می کند. در همین وقت در روسیه سفر در یک ساختمان بلند ایستاده به دوری ها می نگریست. او حس می کرد که دلش تنگ است، گویا کسی جان او را از دور فشرده ایستاده است. او نمیدانست که زن عزیزش حالا در بازار در بین مردان باربردار ایستاده است. بازاری مرکزی مثل یک دیگی جوشان بود. صدای داد و فریادی فروشندگان، صدای تیرتیری ماشین‌ها و بوی گوشت و خمیری سوخته در هوا آمیخته شده بود. ملیکه در کنار دیواری سردی بازار ایستاده به عرابه‌های چوبینی کلانکی چرخ‌های آهنینشان جچیر می‌کردند نگاریست. امید جان را با یک لطه کهنه به پشتش سخت بست تا دستانش آزاد باشند. هکلینچک، در اینجا چی کار میکنی؟ پرسید یک مرد میان سالی چهرهش سوخته که نامش امکی رجب بود و رهبری عرابه‌کش‌ها را به دوش داشت. اینجا جای زنها نیست. اینجا جای بارهای وزنین و دستانی شخ شده است. امک جان، مرا کار گیرد، گفت ملیکه با آواز قطعی که خودشم از آن تعجب کرد. کودکم گرسنه است. من میتوانم بار کشم. اگر نتوانم پول ندهید. امکی رجب به چشمان پر از درگی ملیکه نگاریست و آهی کشید. او در عمرش بسیار بدبختی ها را دیده بود، ولی این گونه نگاهی ناامیدانه را کم دیده بود. خیر بیا، انا اون عرابه را گیر. امروز از ماشین بارکش 50 خلطه آرد را به مغازه درونی بازار بردن لازم است. هر یک خلطه 50 کیلوگرم وزن دارد. می توانی؟ ملیکه به سوی عرابه رفت. دسته های چوبینی آن از استفاده زیاد سوفته و لغژان شده بودند. وقتی که اولین خلطه آرد را به عرابه گذاشتند، ملیکه حس کرد که زانوهایش خم می شوند. وی تمامی قوتش را به کار برده دسته های عرابه را فشار داد. چرخهای آهنین با صدای بلندی تق 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 به حرکت در آمدند. هر یک قدم او در بالای سنگ و لای بازار مثل عذاب دوزخ بود. عرق سرد از پیشانش جاری شده به چشمانش می‌ریخت، ولی او دست نمی‌کشید. در گوشش تنها یک صدا می‌داد، صدای نفسکشی وزنین امید جان در پشتش. در همین وقت هزارها کیلومتر دورتر در شهر مسکو سفر در آشیانه 22 یک بنای ناتمام کار می‌کرد. شمال سرد روسیه مثل تیغ بر رویش می‌زد. او تنها درباره عائله‌اش فکر می‌کرد. در جیبش صورت ملیکه و امید جان بود که الکی از عرق و چنگ رنگش پریده بود. سفر، تیزتر کن، فریاد زد سرکار. امروز باید این بلوک ها را براریم. سفر یک بند وزنین آهن را برداشته میخواست به جای دیگر گذارد، ولی از خستگی زیاد و کمخوابی سرش چرخ زد. پایش در بالای تخته یخ بسته
لغزید. او نتوانست موازنت را نگاه دارد و با تمام وزنش به بالای ارماتورهای تیز افتاد. آه! صدای جانکای سفر در بین دیوارهای بتونی طنین‌انداز شد. ارماتورهای تیز ران پای او را شکافته، خون گرم و سرخ به بالای بتون سفید جاری شد. سفر در روی زمین غلیده از درد دندانهایش را به هم می فشرد. در این لحظه دهشتبار او تنها چهره ملیکه را پیش نظر آورد. او نمیدانست که در همان ثانیه ملیکه در بازار دور در زیر بار وزنین افدیده بود. گویا دلهای آنها با یک رشته ناآیان درد به هم بسته شده بودند. دوستانش دویده آمدند و او را به بیمارخانه بردند. دکتران گفتند که جراحت عمیق است و او دیگر نمیتواند تا چند ماه کار کند. سفر در کت بیمارخانه خوابیده میگریست. نه برای پای زخمیش، بلکه برای آن که اکنون نمیتواند برای عائله‌اش پول فرستد. او هنوز گمان میکرد که ملیکه در خانه گرم منتظر پولهای اوست. ملیکه با پول اولین یافته‌اش که همگی 10 سامانی بود، برای امید جان یک شیشه شیر و یک برده نان گرم خرید. برای جای خواب او یک کنج خانه یک کمپیر تنها را در نزدیکی بازار اجاره گرفت. این خانه نه در داشت و نه تیرزه‌ای درست، ولی نسبت به تخانه بیبی شریف امتر بود. یک بگاه وقتی که ملیکه پایهای ورم کردهش را با آب گرم میشوست، کمپیر صاحب خانه خاله سارا نزدش آمد. دخترم، چرا به خانه پدرت نروی؟ پرسید او با رحم. آخر این کاری مرد هاست، تو خود را میکشی. پدرم 3 سال پیش وفات کردن خاله جان، جواب داد ملیکه با صدای خراسی. مادرم بیمار است، در ناحیه دیگر زندگی میکند. اگر بداند که مرا از خانه پیش کردند، دلش میکفد. نمیخواهم بار دوش کسی باشم. من باید خودم استادگی کنم. ولی خوش دامنت، مگر وی این قدر بیرحم است؟ سفر میداند؟ نه، سفر نمیداند. مادرش به او دروغ میگوید. وقتی سفر زنگ میزند، من در کجای باشم دلم میتپد، میخواهم فریاد زنم، ولی میترسم که اگر او حقیقت را فهمد، در آنجا کارش را پرتافته میآید و زندگیش خراب میشود. من طاقت میکنم تا او برگردد. ملیکه هر شب به دستهای شخ شده و سیاه گشته‌اش نگاه کرده دعا میکرد. او دیگر آن کلین نازک نبود. پوست رویش از آفتاب و باد سوخته، آوازش دغل شده بود، ولی در چشمانش یک درخش عجیبی پیدا شده بود. درخش زنی که برای فرزندش از مرگ هم نمی ترسد. بردهه باشد، بیبی شریف و دخترانش بخت و تخت می کردند. آنها پول آخرین فرستاده سفر را که برای جراحی پای خودش لازم بود، برای توی زیبا صرف کردند. در حولی صدای سرنی و کرنی بلند بود. آچا جان، بینید این کرته اطلس به من چه خیلی میزیبد؟ می گفت و در نزد آینه خود را نمایش میداد. نقش شد که از آن ملیکه دوست خلاص شدیم. نباشد حاضر در اینجا مثل سایه میگشت و کیسی ما را میپراند. ها دخترم، میگفت بیبی شریف با قناعتمندی، من به سفر گفتم که ملیکه تمام تیلاواری ها را گرفته با یک مرد دیگر گریخته است. سفر اول باور نکرد، ولی وقتی قسم خوردم خاموش شد. اکنون وی هیچگاه سراغ آن زنی بی‌حیا را نمی کند. آنها در بالای دسترخوان پر از ناز و نعمت نشسته می خندیدند. آنها نمی دانستند که هر یک برده نانی که می خورند با پول زحمت سفر و با اشک چشم ملیکه آلوده است. قرض بنده بنده می ماند، ولی قرض خدا هیچگاه بی جواب نمی ماند. آسمان ده آن شب سیاه و تیره بود، گویا انتظار لحظه انتقام بود. پس از 3 ماهی در بیمارخانه خوابیدن، سفر را از کار پیش کردند. پایش کمی بهتر شده بود، ولی هنوز میلنگید. او تنها یک چیپته هواپیما خرید و با جیب خالی ولی با دل پر از شبهه به وطن برگشت. گپ‌های مادرش درباره گریختن ملیکه مثل خاری در دلش خلا می‌زد. او باور کرده نمی‌توانست که ملیکه وفادارش چنین کار کند. سفر نصف شب به ده رسید. وی نخواست به کسی خبر دهد. می‌خواست ناگهان وارد خانه شود و همه اش را با چشمان خود ببیند. وقتی که او به نزد دروازه حولی آمد، دید که دروازه گشاده است. در حولی آثار توی و خرسندی نمایان بود. او به خانه خود،
همان خانه‌ای که با ملکه ساخته بود در آمد، ولی بجای ملکه و امید جان او در آنجا زیبا و شوهرش را دید که در بستر او خواب بودند. سفر شخ شده ماند. او به خانه مادرش گذشت. بیبی شریف در خواب شیرین بود. سفر او را بیدار کرد. آچه، ملکه کنی؟ کودکم کنی؟ با آوازی لرزان پرسید سفر. بیبی شریف با ترس از جای خیست و وقتی پسرش را دید رنگش پرید. سفر جان، تو از کجا؟ من گفتم کو، وی گریخته رفت. وی همه چیز را دزدید. سفر به چشمان مادرش نگریست و در آنجا ترس و دروغ را دید. او به تهخانه نگریست، جایی که پیشتر هیچگاه اهمیت نمیداد. در آنجا یک پایرفزال خردکک امید جان را یافت که در بین لایها مانده بود. دلش کباب شد. آچه، اگر حاضر حقیقت را نگویید من این خانه را به سرتان چپه میکنم، فریاد زد. در این لحظه همسایه‌ای که از صدای داد و فریاد بیدار شده بود به حولی در آمد و گفت: سفر جان، اگر زنت را جویا گوشی او را در بازار مرکزی جستجو کن. من او را دیدم، او آنجا عرابه میکشد. این گپ مثل تیری به قلب سفر زد. او به یگان گپی دیگر با پای لنگانش به سوی شهر دوید. شهر تازه از خواب بیدار می شد. سفر با پای لنگان و دلی پر از اضطراب در میان رسته‌های بازار قدم می زد. نفسش از خنکی و هیجان در هوا پیش می خورد. چشمانش هر یک زن روی مال بسته را با امید و ترس جستجو می کردند. در گوشش گپ‌های همسایه صدا می دادند. او آنجا عرابه می کشد. نه، ممکن نیست. پیچی راست می زد سفر وقتی که از نزدی باربرداران می گذشت. ملکه من، زن نازوک من چی خیل عرابه می کشد؟ او چم گفته بود که وی با طلاها گریخته است. بوی محصولات بحری، سبزوات نیمپوسیده و دود ماشین ها فضای بازار را پخش کرده بود. سفر به نزدی ایستگاه عرابه کش ها رسید. در آنجا چند مردی خسته در گردی یک گلخن خورد جمع شده دستهای شخ شده اشان را گرم می کردند. امک، سفر به نزدی امک رجب آمد. من شنیدم که در اینجا یک زن کار می کند با کودکش. می دونید وی در کجاست؟ امک رجب نگاهی سنگینی به سفر انداخت. او لباسهای نسبتاً تازه سفر را دیده با نفرت گفت: ها، زن مرد صفت را می پرسی؟ وی حاضر از انبار ارد بار گرفت. اگر تو شوهرش باشی و او را در این روز گذاشته باشی، وای بر حالت جوان. وی در آن طرف است، در رسته ارد فروشان. سفر دیگر چیزی نپرسید. او به سوی رسته ارد فروشان دوید. هر یک قدمش در پای زخمیش درد شدید ایجاد می کرد، ولی او حس نمی کرد. دلش پیشتر از خودش می دود. در دوری 20 متر سفر زنی را دید. آن زن مثل دیگر زنهای دهه لباسی زیبا نداشت. در تن یک جامه کهنه پختگین که رنگش از آفتاب پریده بود و در پای موزه‌های رزینی کلان داشت. در پشتش با یک لطه چرکین کودکی بسته شده بود که تنها سر خردکش نمایان بود. زن با تمام قوه دسته‌های عرابه وزنین را که در بالایش 4 خلطه آرد بود می‌کشید. رویش از وزنی بار سوپ سرخ شده، رگ‌های گردنش برآمده بودند. ملکه؟ پست صدا کرد سفر. آوازش در گلویش درماند. زن اهمیت نداد. وی تنها به پیش می‌نگریست و با قدم‌های وزنین عرابه را تله می‌داد. ملکه! این دفعه بلندتر فریاد زد سفر. زن یک باره استاد. گویا برق او را زد. وی آهسته آهسته به قفا گشت. سفر دید که چهره زنش چقدر تغییر یافته است. آن چشمان شوخ و خندان اکنون چقور و پرعلم بودند. پوست رویش کفیده و از غبار آرد سفید گشته بود. ملکه جان، صدای ملکه مثل شکستن شیشه نازک و لرزان بود. عرابه از دست ملکه رها شد و با صدای بلند به زمین افتاد. خلطه های آرد کفیدند و غبار سفید در هوا پهن شد. ملکه باور نمی کرد. وی فکر کرد که شاید از خستگی و گرسنگی به چشمش نمودار شده است. سفر به نزدش آمد. او به دستان ملکه نگریست.
آن دستانی که یک وقتها مثل پخته ملایم بودند، اکنون مثل پوستی درخت شخ شده و سیاه بودند. سفر به زانو افتاد و آن دستان را گرفته به چشمانش مالید. مرا ببخش، مرا بکوش ملکه، ولی ببخش. سفر مثل کودک با تمام آواز در مابین بازار گریه میکرد. من چی کار کردم؟ من به گپ مادرم باور کردم. من تو را در این دوزخ گذاشتم. ملکه هم به زمین نشست. امید جان در پشتش بیدار شد و با آواز پست گریه کرد. آنها در مابین غبار آرد، در بین مردمی حیران همدیگر را به آغوش گرفتند. این آغوشی درد و عشق بود که تمام دیوارهای دروغ بیبی شریف را در یک ثانیه فرو ریخت. سفر ملکه و کودک را به همان اجاره خانه ویرانه خاله سارا برد. وقتی که او شرایط زندگی زن و فرزندش را دید، یک کرپه‌ای دریده، یک کاسه چینی کفیده و یک برده نان قاق، غضب او به آتشفشانی تبدیل یافت. نقل کن، گفت سفر، وقتی که امید جان را در بغلش گرفته بود. کودک پدر را نمی شناخت و با ترس به او می نگریست. همه‌اش را نقل کن. از روزی اول، ملکه اول نمیخواست. وی نمیخواست دل سفر را نسبت به مادرش سیاه کند، ولی وقتی که سفر پای زخمیش را نشان داد و گفت که مادرش تمامی پولها را برای توی خواهرانش صرف کرده است، ملکه دیگر خاموش نماند. وی درباره تهخانه گفت، درباره آنکه چطور در شبهای سرما کودک را با نفسش گرم میکرد، درباره تهمت دزدی و چه خل او را از مویهایش کشیده به کوچه پرتافتند. آچم، به من گفت که تو با تمامی طلاها گریختی، گفت سفر با آواز لرزانه که از غضب می لرزید. وی گفت که تو زنی بی‌حیا هستی. وی مرا مجبور کرد که به تو نفرت کنم. من هیچگاه تو را ترک نمی کردم. سفر جان، گریه کنان گفت ملکه، من تنها برای همین کودک زنده ماندم. من هر یک خلطه آرد را می کشیدم و تصور می کردم که این وزنینی جدایی ماست. اگر آن را کشم تو تیزتر می آیی. سفر به دیواری ویرانه خانه مشت زد. تمام. دیگر کسی به تو دست رسانیده نمی تواند. امروز ما به ده بر می گردیم، ولی نه برای زندگی، بلکه برای آنکه هر یک سالیه‌ای عذاب تو را از بینیشان برآورم. بگاهی همان روز بیبی شریف در خانه گرم در بالای کرپچه های نو نشسته با دخترانش چای می خورد. آنها درباره آن فکر می کردند که از سفر باز چقدر پول طلب کنند. ناگهان دروازه با صدایی وحشتناک باز شد. سفر با چهره سیاه شده و چشمان خون گرفته وارد حولی شد. در پس او ملکه با کودکش می آمد. سفر جان؟ بیبی شریف از جای خست و کوشش کرد که باز نقش بازد. این زنی بی‌حیا را از کجا یافتی؟ چرا او را به این خانه پاک آوردی؟ وی دزد است، وی خاموش شود. چنان فریاد زد سفر که پیاله از دست زیبا افتید و شکست. دیگر یک کلمه دروغ نگویید. من همه اش را دیدم. من زنم را در بازار یافتم. من تهخانه را دیدم. سفر به نزد مادرش آمد. اوچه، شما چه خیل مادر هستید؟ شما چه خیل مسلمان هستید؟ من در روسیه خون می ریختم تا شما در راحت باشید، شما باشید نبیره خودتان را در تهخانه گرسنه نگاه داشتید؟ وی دروغ می گوید، وی تو را جادو کرده است. داد زد بیبی شریف، ولی آوازش از ترس می لرزید. نه، دروغ را شما گفتید. سفر جامدانی کهنه ملکه را که از اجاره خانه آورده بود به مابین حولی پرتافت. این جامدانی زنی من است. در اینجا بجای طلا لطه‌های چرکین و نان قاق است. طلاها در گردنی دختران شماست. زیبا و گلساره کوشش کردند که چیزی گویند، ولی سفر به آنها اجازت نداد. شما هم از این خانه براوید. همین حاضر. این خانه را من با پول خودم ساختم. یک خشت این خانه از آن شما نیست. شما با پولی زحمتی من توی کردید. اکنون روید در خانه شوهرانتان زندگی کنید. بیبی شریف وقتی دید که پسرش دیگر به گپ‌های او باور نمی‌کند، به گریه و ناله ساخته سر کرد. وی به پایهای سفر افتاد. پسر جان، مرا نران، من مادرم. شما مادر نیستید. شما ظالمید. گفت سفر با آوازی سرد. من شما را از خانه نمیرانم.
چون که مثل شما بیرحم نیستم. ولی از این پس شما در همان تخانه زندگی میکنید که ملکه را نگاه داشته بود هستید. شما همان نانی را میخورید که ملکه در بازار با عروبه کشی یافته بود. تا آن دمی که نفهمید که عذاب کلین چیست، با این خانه گرم قدم نمیمانید. سفر ملکه را به خانه بالایی که از همه گرم و زیبا بود درآورد. وی با دستان خود برای زنش خوراک آماده کرد و کودک را در گهواره نو خواباند. شب شد. در بیرون باز باران میبارید، ولی این دفعه صدای باران دیگر ترسناک نبود. ملکه در کتی ملایم خوابیده به دستان سفر نگریست. وی میدانست که زخمهای بدنش شفا مییابند، ولی زخمهای دلش وقتی زیاد میخواهند. ملکه، پیچ راست صد سفر، من قسم میخورم که دیگر هیچگاه تو را تنها نمیگذارم. ما به شهر میکوچیم. من کار میکنم و تو تنها ملکه خانه من میشوی. ملکه تبسم کرد. این اولین تبسم حقیقی او در دوام 1 سال اخیر بود. او فهمید که صبر و تحمل عاقبت میوه شیرین میدهد و آنهایی که دیگران را خدمتگار خود ساختند، روز خودشان خدمتگار وجدان خود خواهند شد. پس از آن که سفر ملکه و کودک را به شهر برد، حوله کلان مثل قبرستان خاموش گشت. بیبی شریف که یک وقتها با کبر و غرور حکمرانی میکرد، اکنون در خانه خالی تنها ماند. وی فکر میکرد که دخترانش زیبا و گلسرا که تمام پول سفر را صرف آنها کرده بود، او را تنها نمیگذارند. ولی زمستان آمد و بیرحمی زندگی را نشان داد. بیبی شریف در نیمه شب از درد شدید میان و فلج شدن پایهایش بیدار شد. وی کوشش کرد از جای خیزد، ولی به زمین افتاد. زیبا، گلسرا، با آواز لرزان صدا کرد او، ولی تنها صدای بادی سرد در دهلیز جواب میداد. وی با دشواری به دخترش زیبا زنگ زد. دخترم، بیا، من از پا افتادم. خانه خنک است، کسی نیست که پیچکه را در گیراند. 1 کاسه آب برایم دهید. آچا! صدای بی‌حوصله زیبا از تلفن شنیده شد. شما میدانید که شوهرم اجازت نمیدهد. ما باید به مهمانی رویم. به گلسرا زنگ زنید. وی وقتش بسیار تر است. گلسرا باشد حتی گوشی را نبرداشت. برای آنها بیبی شریف تنها تا دم لازم بود که پولهای سفر را تقسیم میکرد. اکنون که مادر پیر و بیمار و پسر از او رو گردانده بود، وی برای دخترانش به 1 بار زیادتی تبدیل یافت. بیبی شریف 3 روز در روی فرش خنک خوابید. وی از تشنگی لبهایش کفیده با اشک چشم رویش را میشست. در آن لحظه های تنهایی چهره ملکه پیش نظرش آمد. وی به یاد آورد که چی طور ملکه در ته خانه سرد گرسنه خواب بود، ولی هیچگاه به او لعنت نخوانده بود. در شهر ملکه در خانه گرم و آزادش نشسته بود، ولی دلش آرام نبود. حس عجیب او را عذاب میداد. گویا کسی در گوشش پیچی راست میزد که بیبی شریف در عذاب است. سفر جان، گفت او به شوهرش که از کار برگشته بود، ما باید به ده رویم. دلم گواهی میدهد که مادرت حالش خوب نیست. ملکه، تو چی میگویی؟ سفر با غضب برآشفت. آن زن با تو چی کارها نکرد؟ او تو را خدمتگار کرد، از خانه پیش کرد. بگذار دختران علیزش نگاه و بینیش کنند. سفر جان، وی مادر است. خطا کرد، گناه کرد، ولی خداوند بخشندگان را دوست می‌دارد. اگر ما مثل او بیرحم باشیم، پس فرق ما از او در چیست؟ سفر به چشمان زنش نگریست و در آنجا نور را دید که حتی ظلمات بیرحمی را روشن می‌کرد. آنها همان زمان به راه برآمدند. وقتی که دروازه حولی را گشادند، بوی ناخوشی به نظارتی و خنوکی به دماغشان زد. سفر به خانه درآمد و دید که مادرش در کنج خانه در میان افلاسی و سرما مثل 1 سایه بیجان می‌لرزد. آچه! فریاد زد سفر و به نزدش دوید. بیبی شریف چشمان خیره اش را گشاد. وی اول سفر را دید و بعد نگاهش به ملکه افتاد. وی فکر کرد که ملکه برای انتقام آمده است و از ترس چشمانش را پوشید، ولی به جای سخن سخت وی گرمان دستان ملکه را حس کرد که سرش را برداشته به لبهایش آب گرم میچخاند. ملکه به یگان حرف شکایت آهسته لباسهای چیرکینی خوشدامنش را عوض کرد. وی با آب گرم بدن لاغر و شخ شده بیبی شریف را شست. خانه را تازه کرد. آتش گیران و بوی شوربای گرم حوله را فرا گرفت. بیبی شریف تنها خاموشانه اشک می‌ریخت. هر دفعه که ملکه به او خوراک میداد یا جاگهش را نرم میکرد، گویا به دل بیبی شریف خنجر میزدند. آخر این همان کلینی بود که او در تخانه نگاه می‌داشت. کلین، صدای بیبی شریف چنان پست بود که گویا از زیر خاک می‌برآمد. ملکه، چرا مرا پرتافته نتوانستی؟ من به تو چی بدیهایی نکردم؟ من تو را دوست گفتم.
از مایه‌هایت کشیده به برف پرتافتم. چرا امروز دستان مرا میشویی؟ ملکه در کنار بستر او نشست و دستان لرزان کمپیر را گرفت. اوچه جان، من برای شما نه، برای خدا این کار را میکنم و برای آنکه امید جان کلان شده دیدن بخشش را آموزد. گذشته ها گذشتند. شما حاضر بیمارید و جای شما در بالای سر ماست. بیبی شریف از این گپ ها چنان به گریه آمد که تمامی بدنش تکان میخورد. سفر، فریاد زد او. پسرم، به اینجا بیا. سفر به خانه درآمد. پسرم، گفت بیبی شریف با آواز دردناک. من لایق این زن نیستم. من مادری بد بودم. مرا ببخش کلین جان. اگر می توانستی مرا ببخش. من در آن شب‌های تنهایی فهمیدم که دخترانم تنها پوری تو را دوست می داشتند ولی ملکه خودی ما را دوست می دارد. من همان وقت در تخانه نه تو را بلکه وجدان خودم را زندانی کرده بودم. پس از یک هفته وقتی که بیبی شریف کمی به خود آمد، زیبا و گلسرا به حولی آمدند. آنها شنیده بودند که سفر برگشته است و فکر کردند که باز پول آورده است. آقاچه جان، ما خیلی خواطر شدیم. با دروغ فریاد زد زیبا وقتی وارد خانه شد. میخواستیم بیاییم ولی کودکان بیمار بودند. بیبی شریف که با کمک ملکه در بالای بالشت‌های ملایم تکیه زده بود، با نگاه سرد به دخترانش نگریست. نزدیک نآیید، گفت او با آواز قطعی. وقتی که من در بین لای خواب بودم و از تشنگی می‌مردم، شما در کجا بودید؟ وقتی که من به شما زنگ زدم، چرا گوشی را نبرداشتید؟ دختران از شرم سر خم کردند. بینید، ادامه داد بیبی شریف و به ملکه اشاره کرد. این همان خدمتگاری است که من می‌خواستم نیست کنم. وی مرا از مرگ نجات داد. از امروز سر کرده یک سامانی از پول سفر به شما داده نمی شود. روید و از شوهرانتان پول پرسید. این خانه و این حوله از آن ملکه است. وی صاحب این خانه است. من باشد خدمتگار دعاگوی او. زیبا و گلسرا با روی سیاه از خانه برآمده رفتند. آنها فهمیدند که بازی دروغشان به آخر رسید. بهار آمد. درختان سیب حولی گل کردند و بوی خوش شکوفه ها دیه را گرفت. ملکه در روی حولی دسترخوان کشاد. امیدیان که اکنون راه میگشت در روی سبزه ها بازی میکرد. سفر از کار آمد و به چهره زنش نگاریست. ملکه دیگر آن عرابکش خسته نبود. چهره اش دوباره مثل گل شکفته، چشمانش از بخت می درخشیدند. بیبی شریف در روی تخت نشسته نبیره اش را دعا می داد. وی هر روز از ملکه بخشش می پرسید و ملکه با تبسم می گفت: آچه جان، بس کنید، ما همه اش را فراموش کردیم. قصه کلینی که در خانه خود خدمتگار شد در تمام دیه پهن گشت. ولی اکنون این قصه نه درباره ظلم، بلکه درباره قدرت بخشش و بزرگی قلب زن بود. ملکه اثبات کرد که با مهربانی میتوان حتی سنگ را آب کرد و با صبر میتوان از تخانه ظلمات به قله بخت رسید. در نهایت عدالت پیروز شد، نه با جنگ، نه با انتقام، بلکه با عشق. و صدای خنده امید جان در حولی بهترین مکافات برای تمام عذابهای کشیده آنها.